خانم صفزاده عزیز، وقتتون بخیر باشه. بریم برای تحلیل زبان و مقایسه زبانتون عزیزم، ببینیم که این زبان نسبت به 20 روز اول چه تغییری درش اتفاق افتاده. ببین عزیزم، کاملا خودتون اگر دقت بکنید از پوشش روی سطح زبان مشخصه که چه تغییرات عالی توی بدنتون داشتید. تو این قسمت که بعد 20 روز عکس زبان رو بر من فرستادید، بدنتون برون ریزی کرده بود و این حالت سفید و پوشش سفید رنگی که روی سطح زبان هستش و پرزای زبان نشون دهنده برون ریزی بدنتون هستش که نشونه خوبی بود که خدا رو شکر 20 روز بعدش که مجدد این عکس رو ارسال کردید و مقایسه شد عکس ها نشون میده که ببینید این قسمت ها رو میگم چقدر تو این قسمت زبان تمیزتر و پوششش طبیعی تر شده. و اینکه نکته دیگه که خیلی توجه منو جلب کرد این قسمت سردی و عفونت تو مجاری ادراری و کلیه ها بودش که یه مقدارم مستعد شنسازیه که تو این قسمت اگر دقت بکنید خیلی کمتر و این حالت برجستگی ها کوچیکتر شده خدا رو شکر، که حالا چون درمانتون ادامه داره قطعا تا پایان دوره خیلی بهتر میشه وضعیت مجاری ادراری و کلیه هاتون. و اینکه اینا رو حذف بکنم، ببینید تو این قسمت نوک زبان صفرای بالایی دیده میشه که اینجا خدا رو شکر دیگه نیست و این یعنی که خونتون پاکسازی شده مخصوصا تو این نواحی. و اینکه دیگه براتون بگم این قسمت های بغل زبان رو ببینید به چه شکلی هستش. تو این قسمت ها خیلی جمع‌تر و بهتر شده و زبان داره فرم اولیه خودش رو به دست میاره. این قسمت معده و گوارشتون هست که به شدت درگیر هستش که تو این قسمت خیلی کمتر شده. و اینکه این قسمت ها رو ببینید تو این قسمت این ترکی که اینجا وجود داره تو این قسمت خیلی کمتر شده و در کل قسمت کبد و طحالتون هم پاکسازی خوبی اتفاق افتاده تو که توی این قسمت اگر دقت بکنید پوشش خیلی ضخیم‌تر و به اصطلاح پررنگتر بوده که اینجا کمتر شده، هم پوششش قطرش کمتر شده هم رنگش بهتر شده. و اینکه کلا رنگ زبانتون هم به حالت طبیعی تر داره برمیگرده و به امید خدا تا پایان دوره تغییرات بیشتر و بهتری رو در بدن خودتون و روی سطح زبان مشاهده خواهید کرد.